باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. بوی ماه مهربان، بوی خورشید پگاه مدرسه. بله، بوی ماه مهر با کلی خاطرات و ماجراها. امروز از یک مهمان ویژه دعوت به عمل آوردیم تا تشریف بیارن استودیو خرشو. این شما و این دبیر فرهیخته دارگوزآباد، معلم بوشی. ببخشید یه تماس تلفنی داریم. الو، استودیو خرشو، بفرمایید. الو، کورخر سلام. سلام سلطان، در خدمتم. راستش دیدم برنامه متناسب با موضوع اجتماعی تدارک دیدی. حیف اومد که یه خاطر زیبا و هیجانی از مدرسه رو یادآور نشم. اجازه هست؟ بله، خواهش میکنم. برنامه امروز مخصوص دانش آموزا هستش. دوستان گوشه جان میسپاریم به خاطرات سلطان عزیز. یه روز توی کلاس جانور شناسی من بودم و آقامون کورخر. خواهش میکنم. گوساله هم بود، کفی هم بود. آقا معلم از بچه ها پرسش و پاسخ میکرد. بچه های عزیز، درس امروز جانور شناسیه. کدومتون میتونیم بگین احمق ترین حیوان کدوم حیوانه؟ آقا اجازه خار. حالا بگیم ببینم، به کدوم حیوان میگن حمال؟ آقا اجازه بازم میشه خار. به جان مادرم داره شورش در میاره. کدوم حیوانه که مثل گاو سرشو میندازه پایین و از خیابون رد میشه؟ خدا بازم خار میشه. من دیوانه گوساله شده بودم. آمارم رسما بهش ریده بود. بعد اون از خنده داشت پاره میشد. رو زمین دراز کشیده بودش. این یه خاطره زیبا و بیاد ماندنی من بود. بی‌ناموس. آقای محترم، ما رو آنتن هستیم. ببخشید. خب سلطان جان، به خاطر خوبی اشاره کردی. میشه بقیه خاطرم تعریف بکنی؟ بقیه نداشت. ظاهرا یادتون رفته. بعد از این سوالا آقا معلم سمی‌ترین سوالش رو پرسید. حالا رسیدیم به مهمترین سوال. بگی ببینم کدوم حیوانه که بین حیوونا بزرگترین رو داره؟ چرا لال شدی؟ چرا لال شدی؟ ده بگو بی‌ناموس. ده بگو مالی. ده بگو حرومی. سلطان. الو سلطان. بله دوستان، ظاهرا تماسمون قطع شد. داشتم عرض میکردم. یعنی آقا معلم داشتن عرض میکردن. یعنی فرمایش میکردن. بفرمایید لطفا. خب ببخشید آقا معلم، طرفدار شما خیلی زیاد هستن. با اجازهتون. الو کورخر پسر، کجایی؟ بابا من سر ضبطم. باز تو بساط مسخرت شروع کردی؟ بابا من رو آنچنم. زحمت بکش، از رو آنتن بیا پایین. برو در خونه. مادرت حالش خوب نیست، قضیهش اورژانسیه. براش قرص اورژانسی بگیر. بابا چی داری میگی؟ صدات داره پخش میشه. آبرو واسه ما نداشتی. چی؟ دوستان عذرخواهی میکنم، ظاهرا خط تو خط شده بودش. خب برمیگردیم به برنامه‌مون. از مهمان ویژه درخواست میکنیم که از تجربیات این همه سال خدمتشون برای ما صحبت بکنن. خب بله، این تلفن ها حاکی از اینه که برنامه آقا معلم طرفدار زیاد داره. الو بفرمایید. الو آقای کورخر سلام، لاکی هستم. سلام بفرمایید. آقای کورخر، من میخواستم از آقای معلم خواهش بکنم با بزرگواری خودشون منو ببخشن. من یک بار بعد امتحان یه غلطی کردم که خودم پشیمونم. لاکی باز چه غلطی کردی که ما خبر نداریم؟ واسه الان نیست، قدیمیه. هر جایی که من استاد تقلید صدا هستم، یه روز از کیوسک تلفن به آقا معلم زنگ زدم.
الو آقای معلم؟ بله پسرم، بفرمایید. خیلی بیشوری. اصلا برشو به معلمی. موندم چیری با این حجم حماقت معلم شدی. عقده ای. آخه مگه کسی درس به این سادگی نمره 5 میده؟ من چه رو تایی بهت فروختم که من تشدید کردی؟ لاکی پسرم، تو اخراجی. فردا بیا مدرسه، پرونده تو بگیر و بزن به چاک پسرم. ها؟ من که لاکی نیستم. لاکی کدوم بیناموسیه؟ لاکی کدوم علنگیه؟ چرا اسم این گوه رو سر من میذاری؟ لاکی بیناموزترین و حروم لقمه ترین و تنها دانش آموزیه که در طول تدریسم تجدیدش کردم. ای بیناموس. یعنی اگه آقا معلم نمیفهمید من به چوخ میرفتم که کورقر. حالا که فهمید راستش من که خواستم جبران بکنم، خودم شاهد بودی. لاکی حیفون حیفون باز که تو ریدی با آبرو ملاک پشتن چرا بازی میکنی؟ مدرسه رو به گوه کشیدی. برو یه بسته پوشک برای آقا معلم بگیر. مدرسه رو به گوه کشیده. یه قوطی شیر خشک بازم بگیر. این چیه دیگه؟ این چیه دیگه؟ این کیو کیوف، این کیو جیرد، این کوری باز همون معلم شمایه. علنگ به نظر تو جبران کردن اینطوریه؟ بی خاصیت تو کلا یه علنگ تو مخی هستی. دفتر مشق من یادته؟ دفتر مشق دیگه کدومه؟ دفتر مشق کدومه؟ یاد دفتر مشق من کف رفته بودی؟ دفتر مشق من کی گرفت؟ آقای خان، آقا معلم داری میادش. سرزنو نکن زایه میشه. آقا معلمم بیادش، احترامش واجب، ولی من دفتر مشق رو میخوام. آقای اولاغ ول کن دیگه. این گوساله رید. چی شده پسرم؟ هیچی آقا معلم، من خودم چرک باز عالم هستم. باشینا میاد زاخشی ها من چوب میزنه. به جان مادرم. آقا معلم به جز آقا معلم هیچ کس نمیتونه گوه منو بخوره اینجا. من بهتون بگم مثل اینکه اینجا جای من نیست. من دیگه رفتم. آقا معلم وایسا، لاکی ریدن تو خاطراتش. آقا معلم شب کن واسه تقدیر از زنمایت میخواستیم یه کلیپ پخش بکنیم، یه کلیپ قدیمی. دوستان ببخشید من یه نشم از آقا معلم در بیارم. تا دیدار بعدی، شب و روزگار خوش. آقا معلم یه لحظه رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که کلاس نیستی سیگار میکشیم. رسوا میشی، علف میزنی، کراش نزنی. ای تو روحت رو بیتون هیکل گوهت رو بیچه بدن رفتی تو باش شالدار ریدش باشی.